خب امشب اومدیم سراغ حلقه حضرت عبدالله ابن حسن علیه السلام، یکی از حلقه های پر انرژی و فعالانه. در خدمت آقا سهیل، آقا پویا و آقا مهدیار کاظمی هستیم و البته سرگروهشون آقا ایمن. امشب خیلی زحمت کشیدیم، خیلی زیاد. خب چیکار کردیم دقیقاً؟ نون بریدیم، پنیر زدیم، لول کردیم. من هیچ کاری نکردم. اهله چی میگه؟ یعنی برای موکب امروز هیچ کاری نکردی؟ ما فقط لقمه بردیم بعد همین. خب آقا مهدیار، شما چیکار کردی امروز تو موکب؟ بیشتر داشتم وسایل میبردم میآوردم، یا تو موکب نبودم. پنیر بازی هم داشتی میکردی دیگه؟ بله. چی شده؟ چی شده؟ همون داشتید لقمه میگرفتید نون و پنیر درست میکردید و میگم. بله. خب بچه ها، به نظر سخت‌ترین کار داخل مجموعه ما چیه؟ رسانه. کار آقا شهرام. خب حالا چه کاری خودتون دوست دارید داخل مجموعه انجام بدید؟ من رسانه. تو هم حتما دوباره میخوای بگی آقا شهرام. همه این کارو. صوت. خب آقا مهدیار، شما چه کاری دوست داری داخل مجموعه انجام بدی؟ عکاسی. بلند کار با دوربین رو دوست دارم. خب آقا سهیل و آقا پولیا، شما که داخل موکب تا حالا کار کردین؟ من کار کردم. وقتی داخل موکب کار میکنید بیشتر به بقیه میدید پخش میکنید یا بیشتر خودتون میخورید؟ راستشو بگید. هم پخش میکنیم هم میخوریم. حالا 2 تا میخوریم 3 تا پخش میکنیم. برعکس 3 تا میخور 2 تا میده. آقا مهدیار، اگر یه روز رئیس مجموعه بشی اولین کاری که میکنی چیه؟ نه پناهی رفیقم. نمیدونم شاید برنامه تفریح مثلا برای عبدالله بیشتر کنم. آها، پس یعنی الان برنامه تفریحی نداری؟ نه نداری؟ اگه یه روزی رئیس مجموعه بشی اولین کاری که میکنی چیه؟ اولین کاری که انجام میدم ولی فکر نکردم بهش. اولین کار سهیل رو اخراج میکرد. من می‌خواستم اینو بگم. اولین کاری که میکردم اینو اخراج میکردم. چرا آخه؟ ازش خوشم نمیاد همینجوری. اما پویا به من گفته تو رو خیلی دوست داره. کی این؟ به قرآن گفته باشه. خب اینم قسمت اول از مسابقه با بچه‌های حلقه عبدالله ابن حسن علیه السلام. توی قسمت‌های بعدی چالش‌های باحال‌تر، سوالای جذاب‌تر ازشون پرسیدیم که منتظر باشید، ان شاءالله پخش میشه. به امید دیدار. یا علی مدد.